محمود حسابی در 3 اسفند سال 1281 در تهران به دنیا آمد. نام اصلی او محمود خان میرزا حسابی بود. در سن 14 سالگی او و خانواده‌اش به بیروت نقل مکان کردند. زنده یاد دکتر کمال‌الدین جنا، فیزیکدان برجسته و از شاگردان مرحوم دکتر حسابی بود که نخستین رادیو را در ایران ساختند.